سلام دوستان، چرا 90% آدمای موفق به این راستا قسم میخورن؟ بیایید بفهمیم. موفقیت فقط شانس یا استعداد نیست. موفقیت یعنی طرز فکر درست، تلاش زیاد و عمل کردن. روزتون رو با یک هدف مشخص شروع کنید. اون هدف رو به کارهای کوچک و قابل انجام تقسیم کنید. حتی وقتی سخت میشه ادامه بدین و پشتکار داشته باشین. اطرافتون رو با آدم‌های مثبت پر کنید. از شکست‌هاتون درس بگیرید. شکست‌ها شما رو به موفقیت میرسونن. و از همه مهمتر به خودتون ایمان داشته باشین. شما این قدرت رو دارین که رویاهاتون رو به واقعیت تبدیل کنید. یادتون باشه هر داستان موفقیت بزرگی با قدم‌های کوچک شروع میشه. پس منتظر چی هستین؟ برین و کاری رو که میخواین انجام بدین. شما از پسش برمیاین.